انسان فوق تخصص رد رحمتها و برکتهای خداست. هیچ موجودی به اندازه انسان مانع رحمت خدا نمیشه. دیروز تو بارون داشتیم میومدیم، این قطرات بارون که میومد داشتم به اینا میگفتم که انسان هم اینجوری داره جلوی رحمت خداوند رو میگیره، مثل اینکه یه چتری جلوی سرش گرفته، بالا سرش گرفته، نمیذاره این رحمت بیاد. بهترین کادو، ارزشمندترین کادویی که خداوند هر لحظه میخواد به انسان برسونه رو انسان داره دفع میکنه، میگه نمیخوام. 100 نامه فرستادم، 100 راه نشان دادم. بهترین کادو چیه؟ این لحظه خرد زندگی، عقل زندگی، اراده خدا میاد به زندگی ما، اسمش اتفاق این لحظه است. ما در برابر این اتفاق میریم تو عقلمون، عقلی که از دیگران تقلید کردیم، تو من ذهنی میگیم نه این اتفاق نباید اینجوری باشه. اراده خدا رو این لحظه مانعش میشیم، ولی در ذهنمون اینور میایم میگیم خدایا کمک کن. هر لحظه داره چیکار میکنه؟ اتفاق این لحظه جدای از این که ارزشمندترین کاریه که خدا میتونه برای اون شخص انجام بده، شدیدترین نیاز انسانه. ممکنه امروز ما در من ذهنی فکر کنیم نیاز من اینه اونه، اونا نیستن. مهمترین نیاز ما برای بازگشت انسان به سعادت و خوشبختی در قالب اتفاق این لحظه طراحی شده. میگه اتفاق این لحظه رو هم بپذیر هم راضی باش. بقیهش با من.